تحولات زیادی رو توی چند دهه گذشته داشتیم، ولی سال جاری واقعا تحولات بسیار بزرگ و شگرفی شکل گرفت و امواج واقعا بلندی در کل اجتماع و اقتصاد برخاست. امسال سال اول مجلس 12 بود، نمایندگانی که جدیداً وارد مجلس شدن و باید برای 4 سال برنامه‌ریزی می‌کردن. امسال هنوز چند ماهی از سال نگذشته بود که هلیکوپتر رئیس جمهور محترم وقت سقوط کرد و ایشون و همراهانشون شهید شدن. امسال همزمان و بدون اینکه از قبل برنامه‌ریزی بشه یک انتخابات بزرگ رو برگزار کردیم. دولت 14 شروع به کار کرد. از همون روز اول شروع کار دولت در واقع تحولات محور مقاومت شکل گرفت. بحث غزه، بحث ترورهای شهید سید حسن نصرالله، بحث موضوعات سوریه پشت سر اون شکل گرفت. تو همین زمان بود که ترامپ در واقع شروع به کار کرد با همه فشارهای حداکثری که در تبلیغاتش گفته بود و بعد هم اعمال کرد به محض شروع به کار در واقع مقررات شیپ اکت رو بر علیه کشتی‌های جمهوری اسلامی وضع کرد. پشت سر اون هم یه ابلاغیه خیلی شدیدی که همه بخش‌ها رو پشت سر هم مورد تحریم در واقع قرار میداد. بنابراین دولت کارش رو توی یک امواج خروشان اینگونه‌ای کارش رو شروع کرد. هم بایستی مستقر میشد، هم بر چالش‌های موجود در واقع فائق میمد و هم مباحث بودجه رو جلو میبرد. فارغ از تحولات اجتماعی در داخل و خارج از کشور که طبیعتاً اثر میذاره روی اقتصاد و بودجه، در همون اواسط سال ما با حجم وسیعی از موضوعاتی روبرو شدیم که ممکنه دولت قبل به نحوی دیگه‌ای برای اونا برنامه‌ریزی کرده باشه ولی همینطور روی زمین مونده بودن. به عنوان مثال بحث قانون بودجه حدود 160,000 میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی کرده بود، در صورتی که دولت مجبور بود 220,000 میلیارد تومان پرداخت کنه. قانون بودجه برای پرداخت پاداش بازنشستگان 22,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، در صورتی که دولت ناگزیر بود 75,000 میلیارد تومان در واقع پرداخت کنه. قانون متناسب سازی دچار پیچیدگی های عجیبی شده بود، کلاف سردرگمی شده بود، چون هم منابعش کافی نبود، هم نحوه نوشتارش به گونه‌ای بود که بازنشستگان را آزار میداد و بایستی اینطوری حل و فصل میشد. علاوه بر اون بحث معلم هایی که از سالهای قبل موضوعاتشون باقی موند، بحث بهزیستی و افراد تحت پوشش اون، بحث پرستاران، حجم وسیعی مطالبات رو ایجاد کرده بود که در قانون بودجه یا منابع مکفی برای اون در نظر گرفته نشد یا اگر منابعی هم داشت با موانع حقوقی روبرو میشد که مردم را عصبی میکرد. اینا هم همه جمعیت وسیعی رو شکل میدادن. در این حال همونطوری که جناب عالی فرمودید دولت با کسر بودجه های زیادی هم روبرو بود. به عنوان مثال در بحث هدفمندسازی یارانه ها که ما بایست اینا هزینه های قطعی هستند و بایست پرداخت بشه، مثل پول گندم هست، مثل پول افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هست، مثل یارانه نقدی هست. ما چیزی حدود 420,000 میلیارد تومان کسری تو اونجا داشتیم. یا در بودجه عمومی بخش قابل توجهی از منابعی که از محل خصوصی سازی بایستی میمد یا از محل مولد سازی بایستی میمد یا از محل گمرک واردات خودرو بایستی میمد و مهمتر از همه از محل صادرات نفت بایستی میمد محقق نشد. به عبارتی چیز حدود 300,000 میلیارد 350,000 میلیارد تومان هم اینجا کسری بود.
کاری که در واقع تو این مدت میشد کرد این بود که اولا دولت هزینه ها رو اولویت بندی کنه و خیلی از هزینه هایی که پرداخت اونا اجتناب پذیر بود میشد پرداخت نکرد، اینا رو کنار بذاریم و در این حال ناگزیر شد از مقام معظم رهبری درخواست کنه درصدی از منابع صندوق رو مورد استفاده قرار بده و میزانی هم اوراق مالی منتشر کنه و یکی یکی این مشکلاتی هم که روی زمین مونده بود با گفتگوهای بسیار زیاد در واقع با ذی‌نفعانشون اینها رو حل و فصل کنه.